خوش اومدید. امروز قراره یه مسابقه خفن بدیم که 2 تا مهمون خیلی ویژه داریم. بیا تو پاک بدبخت رو گیر بیاریم تا مرز سکته برمش. خب آقا امروز تیمه کریم شیره‌ای. بله ما کریم شیره‌ای به خاطر من. ما کنسکشی باز به خاطر به حسین. بچه‌ها کنس یه ابزار کنس. کنسکشا. آره بچه‌ها خودتون که از همین ابتدا میدونید که برنده مسابقه تیم کریم شیره است و ما فقط می‌خوایم یه ذره فر پلی کنیم به خاطر مرام آقا سور رفاقتی که ما داریم یه ذره رحم کنیم بریم که ببریمشون. لیتس گو. اومدیم پیسبال بازی بکنیم 2 به 2 قراره با هم دیگه مسابقه بدیم. 3 دست قراره با هم دیگه بازی کنیم. هر کسی 3 دست تیر بخوره خارج میشه از بازی زودتر. به همین سادگی. آی کند کریم شیره‌ای ویس کریم شیره‌ای اصلا معلومه 3 بار رفتیم تا حالا خط مقدم اومدیم. اوه تیر خوردی تو؟ بچه بسیا اومدن ما داریم میزنیم بسیا. بابا آقا یکی تیر خورده نمیاد بیرون. سهیل بیا بیرون تیر خوردی لابستم بیا. یه بسی رو گرفتم یه بسی رو اسیر بخواب. چقدر پول میدیم بزنمش؟ نه الان فقط میتونم اونو بدم. نه مشهد چقدر پول میدیم؟ من با شما میشم 2 میزنم. بگو به خدا. به قرآن 2 میزنی؟ 2 میزنم بس. باشه یه جوری بزن ببینم بچه‌ها زدنش. آره بچه‌ها فیلم بد جنس تو کامنت ها داداش، منو خریدن فقط برای خانواده میزنیم. بزن برای خانواده میزنیم. آره الان جلوی برو بچه‌ها برو بعدی یاد کاپیتان پرایس تو کال آف دیوتی بیافتید. من الان اون کارو کنم. بعد مشهدو بزن. وایسا نزن. پول گرفتم. نزن من پول گرفتم تو رو بزنم. نیلوغا رو بردیم. منو سوال خرید منو. اوله کاپیتان پرایس کن منو جون مادرت. 2 میلیون دادم که بزنه. زنگ بزن مامانم به خدا همه مردم به قرآن زد برادر. 2 میلیون منو فرو. زد بچه ها فقط برای کانتنت عالی. وایسا من سهیل دارم. میزنه لابستم میزنه بابا آجی بد میزنه. مگه پدر کشتگی استتو نخوردم که. اشاد بزن ایران به عشق بله در راه شما دارید میبینید که چقدر خفن دارم میجنگم. این برای ترس دشمن. این برای اینکه دشمن بدونه من روانیم. این برای اینکه دشمن بفهمه. کفتر زدم بچه میترسم. بچه محشد داره خیلی خوب دفاع میکنم. من صدا درگیری رو میشنوید. حالا بریم. حالا من میخوام مثل یه مار افرین برم. محشد حواسشونو پرت کن. محشد بول من درد گرفت. در راه ویدیو محشد به اومد دست داده. آقا منو نزن. نزن بستی بابا خورد سهیل. برادر تو رو خدا آقا جون بچه آینده تو. بای سوال برای من دارم میگم نزن. برای آقا مار افتی و تو برای چی پوشش ندادی؟ آقا سوال نیلو خانم تو رو مرما یار من فرار کرده. من موندم با این 2 نفر. این صداست محشد. چرا سینه خیس میرفتی حسین؟ مگه فیلم گذاری شد؟ بلد نیستی. محشد ترسوت کامه. بچه ها منو پوشش نداد. من به زام تیر خورد. فیلم
کامنت ها. چی؟ هلن پولی. آها بگم چیز دیگه برای همون بکشم راست میگه دیگه. چقدر کار سخت بود بالا اومدن اینجا. یه تیراندازی خوب بودونم حسین رید توش. به لطف حسین فکر نکنم ببرید. امروز فقط 4-3-3 هجومی بازی میکنیم. فهمیدی؟ 4-3-3. حالا بگو اون 4 بخوام به بچه‌ها نشون بدی که اطلاعات فوتبالیت خیلی زیاده. 4-3-3 رو توضیح بده. 4-3-3 یعنی 4 نفر وسط وای میستن. واو! 3 نفر این ور 3 نفر اون ور. 3 نفر این ور 3 نفر اون ور. مگه رفتیم تو خط مقدم مشاد. بذار به توضیح بدم. 4-3-3 یعنی 4 تا. RB LB 2 تا C. از الان دارم بهت میگم من فوتبالم خوب نیست. تو این آیتم ما عقبیم. مشاد رابونا یعنی چی؟ فوتبالم رابونا. ضعیفه. از الان دارم بهت میگم اونجا رفتیم. خب پس چرا میگی بریم فوتبال با بچه‌ها؟ من نگفتم بری فوتبال، تو گفتی. توی این آیتم قراره که با هم دیگه فوتبال بازی کنیم. من ابوسوی 115 میلیون هرچی این چالش رو ببره. 15 میلیون تومان. ابوسوی نظرم بگم. از اونجایی که بنده همیشه مرام معرفت فعل مظلوم تو کامنت. یا بیا تو باش مشاد. مشاد! فعل وینیسیوس تو کامنت. مشاد استوب کن. مشاد استوب کن. فوتبال پارلمان نمیگیری هرجا. بند کش. سه گله زندگی رو دارم میذارم تو زمین. مگه چند بار فوتبال بازی کردم؟ کریم شیره‌ای و اسپم بدید مثلا با من ولی با درسته انرژی زنانم پایینه ولی بلد نیستم. یه چیزی منو بگی شما گل خالی رو نزدی داری چه ایرادی میگیری؟ عموم من تا گیر دادم. تموم شد. بله. بچه‌ها سنگین شدن. بده. بازیکن پولی. اینجوری که راحته. میخوام تو هم بازی کنی. گل نخور. به قرآن داور داریم. به خدا بابا زدی. به قرآن زدی. بده. مرسی پاس. دو. مهمون بودم خوشم ببرم تو آیتم های بعدی جو یارو فنش خوب انتخاب کنین جینه کسی هست تو بی‌نظیر تو ستاره زمین داره حق نگذاریم. بریم بعد مهشاد اولین پنالتی رو به نیلو خانم میزنه چون واقعا ضربه پاش قویه. بریم به خانه لنا. من بدون هیچ حمایتی بانوی من گرفت. نیلو خانم لشکر مامان نیلو. خیلی حرفه‌ایه قبلا فوتبال بازی کرده. مشخصه. نه دیگه من تو هم بزنید. بابا عمو دمت گرم. دهن تو سرویس ازمو. این زن ما بردیم آخه به چه امیدی اومدید دوباره بازی بکنید؟ ما باختیم به من بچه‌ها همه من معذرت خواهی میکنم. به در میگم دیوار من معذرت میخوام باخت. من واقعا پنالتی ریدم.
نشون میده که این سطح روابط نشون میده فقط همکارن وگرنه این بله. ضربات وارد نمیگن رید. بله همکار میریم ضربه از دور به دروازه امیدوارم تو یکی آبرو حفظ کنه. نه ببین اگه اینم ببازیم دو تا فرصت ما دو تا بعد بزنید تو گل. ببین آروم بذار به توضیح بدم. ما مچ پاتو صفر کن سفته. میگم مچ پاتو صفر کن اینجوری میکنه. ولش کن بزن. نه اون فکر نکن مثلا که خوش دختر از حسینه. باری کلا خیلی خوبه. خدای خوب سالون بعد می‌بردیم بچه‌ها رو تو چمن نه تیرک زده عجب آدمیه ولی ببینید دو تا پسر خواهش میکنم دیگه فوتبال بازی نکن تو کامنت واسه. بعد یه چیزی بگم این دو نفر استوک باشونه ما یه کفش ما حتی تو بعد استوک میخرم اینو خانم. برای جفتتون استوک میخریم. اگه اینجوری بازی نکردی چی؟ خدا که نمی‌دونه. یه ذره بیشتر ما توضیح بیشتر دوست داریم. فقط بریم خودت خالی کن بوق میذاره زش حیفتش 15 تا دیگه بزنم به قرآن 15 تاش میره تو. ماشاءالله بی ادعا بی صحبت بی حق بدون هیچ گونه ادعایی آبرو بورم ما با تیم بارسا رئال جر دادیم. واسه که میخواد یه دل دیگه بزنه مطمئن شد. خب برای آیتم بعدی اومدیم بهره بازی نه قراره که 3 تا بازی انجام بدیم ببینیم که کی برنده میشه. آدیداس به قرآن سوال پرنگ اینجا منو ببره خط میکنم. این یکی دیگه عمرم بذارم برنده شد. سوال پرنگ میبازه سوال پرنگ تصمیم گرفتیم که دخترای آیتمو برن پسرای آیتم دیگه ما این آیتم رو انتخاب کردیم. ببین من یه تبهر خاصی دارم هیچی من تو این آیتم تبهر خاصی دارم. چجوری گرفتم دیدو خانوم تقصیر سوال پرنگ دکتر دخالت کن. آماده ای؟ عاشقتم میدونی بلند کامنتا بلند فرشاد نه اینجا بیا برو آقا چک کن نه برو آقا چک کن میدونم نه تو خوبی لیسانس این زرده رو بگیر زرده رو میخوان تقصیر منه به جون مادرم یتیم کتک خورد. خب ما که هیچ امتیازی نگرفتیم. البته تقصیر پسراشون رفتاری کردن. Get away آقا همون تو دست بیار اصلا توجه دست تو بیار اینجا دست تو ببین دست من اینقدر دست همون تو اینقدر بچه من شدم ان آقا من از نیچ زیاد نزد میگم بابا چون من رو دست راستم زیاد تمرین کردم من 15 سالگی و بازوی دست راستم 3 برابر این یکیه شاید اینجا به دردم بخوره خدا حاجی مسا لادم فرام نه دو تا دارم تو زدی دیگه الان تو زدی دیگه از دستم نکن برو نه بابا یه لو شد ببین تموم شد نشد یه دونه رو دست همتون بزنم چقدر خوب زدی چیزی فولاد زره است؟ باری چقدر؟ یه سه خب بیا یه دونه این بردار بزنه فکر کن سرش احسان فکر کن که منم که به خواهرت دارم یه چیزایی میگم نه نشد من چند زدم؟ 850 خب این آیتمو پس ما یه دونه میریم جلو به خاطر محشاد روی شیره‌ای این چیره‌ای بود برای
این آیتم قراره که 2 به 2 بابا اینا بزن یکی بازی کنیم. خدا وکیلی. ببین به ما اینطور که نه بزنی که به همجوری بزنی. حالا یه لحظه شما دوتا دارید مسابقه میدید لحظه که اما یک نه شما باید مسابقه داریدیم که نه درسته زنجیر خانم شما برو الان نه یه دونه حساب یه کنه. دونه. بابا یه دونه. بایسا لبرون جیمز قشنگ داره رسیدم دارم که من 27 نوبت شماست. یعنی همین؟ نه یا دوباره هست نداریم. یا هست داریم. بابا چرا میای بکشن؟ اصلا حالا که اینجا بسید کامران توپا رو کجا بردید؟ برو ولش کن بیا. چند تا شو 38 آره 38 بیا بفهم چند تاست؟ شما نگاه میکنی؟ آره شما نگاه میکنی؟ هلاک شدی چرا نمیکشم؟ به خاطر اینکه به اون امتیازه نرسیدم. ما بردیم تو پا میگیری اصلا؟ بذار یه بار میره اشکال نداره گناه دارم. آره ولشون کن. توی پنگ این همه آزار اذیت در حال تو ببین هدی جورا نیستی؟ بده توپشونو. بیا بدبختم. حتی اصلا نمیخواد بگید فرای مصنوم یه توپ کرده بود اینجا بله من آقا تو کامنت ها باشه قبوله. اینا بردن. سه تاییه؟ ریسمان درست بردن. آیتم آخر اومدیم هاکی بازی کنیم دیگه. خود دو وکیلی اینو ببریم. همیشه اینجوری هم بده. اصلا آماده؟ شروع. حاجی سیاه آمازون حاجی خودی میز آره همونطوره جلو پنج کامنتا یالا تو تنها خودو بشکنی چی به تو گفتم اون دوتا رو بگید چی به تو گفتم میکنی؟ نه میشه خارج Oh my God, bro. Hell no. What the fuck, man? Get your ass on. یارو واقعا در سطح لیگ 4 فرانسه بازی میکنه بابا دیگه رسیدیم به آیتم آخر. یه کار خیلی عجیب غریب میخوایم انجام بدیم. حالا چه کاری؟ میخوایم توی گیم نت قایم موشک بازی کنیم. چه جوری میشه واقعا نمیدونم. بریم ببینیم که کدوم تیم اول قراره قایم شه. آقا سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی کی با من؟ نیلو شما بریم. نیلو سنگ کاغذ قیچی. ببینم همه جای که اینجا رو اینجا بلد. واقعا کجای اینجا باید قایم شد. اینجا به این بزرگی دارم فکر میکنم ببینم کجا باید برم. یه جا باید قایم شم که واقعا به عقل جنم نرسه ولی نمیدونم کجا. چی؟ من کجا برم قایم شم؟ همه جای اینجا زایه است. اینجا خوب. ببین امیدوارم فقط پیدام نکنن همین. اشکال نداره من یه چند دقیقه اینجا قایم شم؟ آره مرسی. ای کسی اومد بگید من اینجا نیستم. خب میبینی حتی ترسم میبینی اه
باشه کی بود گفت؟ من باش مرسی حاجی هیچ جوره نمیذارم پیدام کنه به قرآن. بذار واسه میرم یه جایی واقعا دستش میرم اینجا بالا. خب به در اینم قفله که ای خاک تو سرم. همکارم همکارم که نه شاید دارن همکار بازی میکنن. نه من تو همکاشی من خیلی خوشم اومد به همکار بودم. یعنی خیلی قشنگ بود رابطه همکار بودن. من به نظر من حسین از اینا که فستیوال جایی قایم میشه. بگردیم دیگه. آخه محشد ریزه پیزا سنها تو جا میشه. پام درد میکنه. من بالا نمیرم پایین دوباره محشد میاد. آها تو وی آی پی هستن. بذار گوشیمو سایلنت کنم. یهو دیدی خواستن یه تیریکی بزنن خطمو بگیرن. سایلنتم. حاجی من اینجا خف کردم. حاجی خوابیدم این گوشه. من دارم بازی میکنم. آره این پشت مشتا قایم نشده؟ خب زشته دیگه. من هی دلنا میشم زیر پای همه نگاه میکنم چپ چپ میدم. انگار آب شدن همکارا کاراشون خطرناکه. برو خدا یکی بیاد منو پیدا کن. چقدر باید تایم بگیرم؟ خب از بده تایمینگ پیدام نکنن دیگه باید بیام بیرون دیگه. حاجی حال مالم خرابه وای. خف کردم یه گوشه اینترنت. حاجی فکر کن یهو سویتره اومدن بگو به خدا این تابلو نکن برو فعلی ما رو کجا دیدیم؟ این رفتش اونور. حالا میخوای باور کن پس چرا اونا میگن این بالا؟ این چرا جسم مایه. یه بشین دیگه. نمیتونم پیدا کنم. میریم اونا که خواستن از پله برقی بیان پایین، ما از اون پله میریم طبقه بالا، میریم تو پارکینگ بیرون هستن. الان 10 دقیقه میشه که گذشته و اینا منو پیدا نکردن. پس در نتیجه من تا ابد که اینجا نمیتونم بمونم. شب نمیتونم تو اکسین بخوابم که. پس میرم بهشون بگم که ما برنده شدیم. خب 10 دقیقه شد اینا منو پیدا نکردن. دارم میرم که بهشون اطلاع بدم که ما بردیم. وقت تموم شد. من الان میاد. زنگ زدی؟ طبقه 2 بودی؟ طبقه 2 ما که رفتیم من اول چون دیگه نیومدم بگردم. بالاتر یعنی؟ نه همینجا کجا بودی؟ بردیم. اصلا گشتی؟ همه جا رو گشتم. بگو به خدا نگشتم. عرق کردم این دست بزن منو. طبقه بالا دست همه رو نه نمیام آقا باختیم هیله‌گرم من تو یه آدم ساده یه گول هیله خوردی. آقا سعید هست. آقا سعید میشه من یه جا پول بدم ببری جای ویژه؟ سعید چقدر من تو بریم برو نیر جان برو قایم شو. میخوام یه جا بگم دیگه. کجا خوب؟ یکی میشه منم ببری یه جایی؟ خب ما داریم لابی میکنیم به بچه های اکسین. منم میبری یه جا؟ فقط دیگه هیچی ازم معلوم نیست. بله خودتو هم منو پیدا. یه راهی داره نفس بکشه؟ همینقدر باز بزن. نه اوکی. ببین توی کمد اینجوریه. ایشالله که خداحافظ. هیچی سوسک نداره گفتی. قول دادی ها. بچه‌ها دیگه فکر کن. بچه‌ها یعنی یه جاییم که باورتون نمیشه. باشه. شلوغی رو نگاه کنید. بعد تو شلوغی من دنبال البته سوئد پلنگ قدمتش بلنده، کلش هم گنده است. خب الان 3 سوت پیداش میکنم. وای ساحاجی اول میرم تو اتاق. حاجی 14 ثانیه هم الان گذشت. اول میرم تو اتاقا. ده دقیقه هم بعد وایسیم پیدامون نکردن دیگه تموم. آقا جایی که درش قفله نومندی ها. بزن برم تو بگردم. ببخشید زیر پای سوال پلنگ ازش بد نیست. اینجا آقا این چیز زیر پای مردم
اومدم اینجا حاجی اینجام نیست، اون اتاقم نیست، این اتاقم نیست حاجی. سلطنک بچه من درگیری این دره بازه؟ ببین یه چیزی بگم بخندید. یکی داشت اینجا بازی میکرد دید لای این کمد دوتا چشه هر چی فسترست. واسه بود در اینجاست. داداش چطوری؟ خوبی؟ جیگر؟ ردیفی؟ بذار من بینو بگیرم. ببین من تو چه وضعیتی خوابیدم. اوضاع اینجا اینجوری صدمون رو برای خودم شدم میگیرم. آدما که از جلوم رد میشن اصلا منو نمیبینن. باورتون میشه؟ چه حس عجیبی داره. 10 تومن میدم. 10 تومن. کجاست؟ حاجی 20 ثانیه. حاجی باختیم با 5 دقیقه شد بابا. 5 دقیقه شد هنوز نیومدن. ببین همه الان از جلوم رد شدن و نتونستم پیدا کنم. نظر پیدا میکنم فکر نمیکنم پیدا کنم. پیدات کردم. گم شو یکی بهت گفت. پیدات کردم. کیه؟ هیچکی نگفت. میگم هیچکی بهم نگفت. تو همینجوری پیدات کردم. پیدات کردم. پیدات کردم. بیا بیرون پیدات کردم. 5 دقیقه. نه پیدات کردم. بیا بیرون پیدات کردم. مردم. این چند دقیقه است؟ این داداش خیلی زیاده. این 40 ثانیه پیدات بردیم آقا. بردیم. صداشم در نمیاد. بردیم. اوه حسین پیداش کرد. بچه‌ها من 2 دقیقه اینجا بمونم تموم. جانم سوال. اینجا بیا بابا بیا. من نمیخوام پیدا کنم. نه نتونستم بیا. وای تمام مردم. نگاه کن جای من کجا بود. بیا یه دقیقه بیا من شوهرتو پیدا کردم. حس من یکی فروختش. کل تایم اینجا بودم. خفه نشدی؟ چرا حالم بد؟ بگو بس خدا اینو برام داشتی میزدی. به پام اینجوری بود نه شالی شاد بود. جوهر زفت زیر تاور قایم شده. کسی بهت نگفت اونو؟ نه. مرشاد کو؟ بود. مرشاد اومد. خب کمال تأسف تقصیر من بود. البته ما رشوه گرفتیم سر رشوه. ویدیو مرشاد پول چی بدم من؟ 2 میلیون رشوه گرفتیم 50 7 میلیون من صاحب شدم. 50 بدی؟ میلیون گرفتیم. آقا 50 میلیون اگه من جون به اسرائیل میدم پول نمیدم. 50 میلیون همین. آقا شما بیا. آقا این چیه؟ داداش چیشه پای مال چیکار داری؟ پرنده این تمام همیشه. منم این قطعه همکاری با سوال خودم. برم. مرسی.